هفته خبر تو خبر داره براتون از رئیس جمهور قاتل آخوندا که میخواست بره گلاسکو، اما از ترس دستگیری و محاکمه و مشتی که در انتظارش بود سفرش رو لغو کرد. دکتر رئیسی برای اجلاس اقلیمی سازمان ملل در اسکاتلند عازم نخواهند بود. از اولش هم برنامه‌ای برای عزیمت به اونجا نداشتن. اساساً ایران عضو کامل این معاهده اقلیمی نیست، مراحل تصویبش رو در حال طی کردن هست. بله، خلاصه این که آخوندا خیز برداشته بودند تا یه وجهه‌ای برای رئیس جمهور بی آبروشون دست و پا کنن، اما کله پا شدن. خلاصه این که رئیسی از اونجا رونده و از اینجا مونده، باز هم راهی سفرهای استانی شد تا قمپوست در کنه و باید درمانی را بندازه. حتما بدانن نقدینگی باید بره به طرف تولید. امروز اولویت ما در تسهیلات مسئله تقویت تولید در کشور. بالاخره ما کارخانجات و کارگاهایی داریم اینجا، کشاورزی داریم اینجا. در واقع بحث تولید ما چه در حوزه کشاورزی، چه صنعت، چه بخش‌های دیگه مسئله با اولویت ماست. یکی نیست به این آخوندهای جانی بگه شما هنوز آب رو نمیتونید بفرستید توی لوله، بعد میخواید نقدینگی رو بفرستید توی تولید. ببینید شیر آب خونه این هموطن به چه روزی افتاده که به جایی که آب بده چای میخوره. آن در خدمت برای شیرم برای سردگرم یه چای کوپنی آن در خدمت نوش جون سخت با فقط توی افتردی او گیره و دفته یم خانی باز درگ پیا ارزش دار پیا بی ارزش هورد نگشت. این یکی شیرم به جایی که آب بده باد میده. لابد از فردا برای هموطن قبض بادم صادر میکنن. از وضعیت آب روستای میانبر ما به جای آب همش باد داریم. نگاه کن بادکنک باد میکنه. آه 40 میلیون پول کنتور آب میگیرن به جاش باد میدن. دست درد نکنه. این هم حرف دل مردمی که حتی از عهده خرید ساده ترین لوازم التحریر هم بر نمیان. آقای خامنه‌ای خجالت بکش. با این همه گرانی مردم چه کار کنن؟ آینده این مملکت با این بچه‌ها چی میشه؟ حتی دفترم ندارن برای نوشتن مشقشون، برای تکالیفشون. یه بنده خدا یه کارگر، من حالا یه استاکاری هستم، ناسلامتی میگم مثلا از یه کارگر ساده بیشتر در میارم، اما یه کارگر بدبخت بیچاره بچهش من نباید بره مدرسه. چه فرقی میکنه؟ همین وسایل رو میخواد. ننگی بر حکومت اسلامی. بعضیا هم حرفشون خطاب به آخوندا رو با قطعات طنز میزنن و تو فضای مجازی منتشر میکنن. داری چی کار میکنی تو؟ دارم توییت میزنم این نیز بگذره. مسخره بازی نکن، میگم داری چی کار میکنی؟ خب مگه کوری نمیبینی دارم از لابلای شما 4 درصدی یا 2 تا تیکه ضایعات جمع کنم دیگه. بره خرج خانه. یعنی ما آشغالیم؟ بله دقیقاً. خب اگه 4 تا آشغال و دوز مثل شما نبودن که الان اوضاع مملکت اینه بود. خدا وکیلی ما جوری کنیم دیگه. شما نگاه کنید 8 سال که گذشتن داداش رئیس دوز، داداش وزیر دوز، داماد وزیر دوز، دختر وزیر دوز. اصلا ما نمیدونیم کشور به شما داریم یا به 40 دزد بغداد. بابا که اگه به 40 دزد بغداد کشور مثل پردیم کمتر مورد خسارت و غارت قرار میگرفتیم. حالا بشنوید از آخوندهای 2 دوزه باز که برای روحیه دادن به بسیجیای ریزشی از این خالیا میبندن. 40 سال هیچ خللی در نظام به وجود نیومده. هر چه اونا کشتن به قول امام بزرگوارمون بکشید ملت ما را، ملت ما بیدارتر میشود. فهمیدن دشمن. یقین بدانید امروز به خاطری که ما اتکاء به خدا داشتیم قوی تر از 40 سال قبلیم و دشمن چون بی خدا بوده ضعیف تر از 40 سال قبله. تنها سوالی که باقی میمونه اینه که اگه آخوندا از 40 سال پیش قوی ترن، پس چرا باندای نظام دارن همدیگر تیکه پاره میکنن؟
این سرتشتک نیروی انتظامی هم که از نفرت مردم نسبت به نیروی انتظامی با خبره تلاش میکنه با این دروغ‌ها خودش رو سرپا نگه داره. 10 سال پیش تا حالا، 15 سال پیش تا حالا، هر ساله آقای مهدی قلی اعتماد مردم نسبت به سال گذشته به پلیس بیشتر شده. میبینن پلیس رو در آفتاب، در سرما، در شب، روز جمعه، روز کاری، روز تعطیل، همش حضور دارن. بله، مردم میبینن که پلیس حضور داره، هم در صحنه سرکوب مردم حضور داره. و هم در صحنه غارت اموال مردم. پدرزن رئیسی جلادم این روزا کاری جز بخیه زدن به عبای عظما نداره و برای مزدوران وحشت زده نیروی انتظامی از این روزه ها میخونه. در این کشور به عنوان هر حادثه پیش آمده، هر پیش آمدی شده، جنگ بوده، غیر جنگ بوده، فتنه بوده، خوشبختانه امنیت جان و مال مردم در این مملکت در مخاطره قرار نگرفته. اونم به خاطر فداکاری ها، ایثارگری ها، زحمات، تلاش شبانه روزی محور اقتدار این نظام، نیروی انتظامی و همکاری بسیج دلاور و جلودار قضیه نیروی انتظامی بوده. این هم یک صحنه از کج کردن محور اقتدار نظام توسط مردم به پا خواسته. خلاصه این که عظما هر چقدر هم از این ادا و اطوارا در بیاره باز هم نمیتونه کاری برای دروازه سوراخ نظامش بکنه. در حالی که زمین داره زیر پای آخوندا میلرزه، این پاسدار مشنگ از امنیت در آسمان نظام دم میزنه. واقعا آسمان امن را به ارمغان آوردن و امروز با افتخار میتوانیم بگوییم که ایران اسلامی از امن‌ترین آسمان برخورداره و پیام خاصی هم به دشمنانمون داره که خیال خام به سرشون نزنه. این هارت و پورتای آخوندا اونم تو این وضعیت منطقه‌ای و بین المللی یه چیزی تو این مایه هاست. آخر واحد كده ايوه اسكت مسخره وين مشنگستان این هفته رو با یکی دیگه از سوتی‌های رئیسی شروع می‌کنیم که اومد بگه ریاست جمهوری گفت قوه قضاییه، بعدم با مایه گذاری از جیب رستم گوریل سوتیش رو ماسمالی کرد. جلساتی با همه مسئولین اعم از وزرای محترم و مسئولین نهادها، معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور تشکیل میده. این قضیه ما مثل قضیه وزارت نفت شد که آقای قاسمی هرچی میگفتن آخرش میگفتش که وزارت نفت. بله باز هم رئیسی و دهن باز کردن و چپ کردن. یه مشنگ امامه‌داری هم هست که امام جمعه نمره موقت اصفهانه و دغدغش اینه که چرا فلان کارگزار آخوندار ریش نداره. کسی که محاسن ظاهری ندارد چه انتظاری دارید که محاسن درونی داشته باشه؟ میگن محاسن دیگه. خب شما محاسن ظاهرشو ببین، ریش نداره. کسی که علنی داره کار حرام مرتکب میشه چه انتظاری است که این انقلابی باشه، خادم به مردم باشه؟ این هم تازه ترین کشف جوجه تئوریسین نظام که کاملا بدون شرحه.
پرونده داره امام زمان تو CIA به همین قدر. به خدا قسم. فقط عکسش رو ندارن. جنتی لعنتی هم هر هفته توی مشنگستان یه سحبیه‌ای داره. داستان عوارض مغناطیسی واکسن برکت رو هم در طنزی که در فضای مجازی منتشر شده ببینید. جناب دکتر غلامی، شما در رابطه با عارضه مغناطیسی که این روزها واکسن کرونا ایجاد کرده چه توضیحی دارید؟ ببینید، شلوغش نکنید. ای که شما دوز اول واکسن رو زدید، قاشق، چنگال، دیگبر، اوگیره بهتون میچسبه، اصلا چیز مهمی نیسته. ما پیش بینی کردیم دوز دوم که بزنید، همینطور که دارید تو خیابون رد میشید، درب حیات سلنگه با سایبون بهتون بچسبه. تازه اینه که چیزی نیسته. همکار بنده لب دریا قدم میزده، دکل نفتی بهش چسبیده. الان مدت‌های هم همکارمون گم شده، هم دکل نفتی. ما اصلا نمیدونیم مرده زنده چه میخوره و چه میکنه با دکل به این بلندی. تازه بعضی از همکارای بنده که دوز دوم واکسن رو زده بودن، هر چی سکه و شمچه طلا بوده بهشون چسبیده و الان مجبور شدن به خاطر معالجه مهاجرت بکنن به کانادا و آقازاده های ترگل و ورگلشون اونجا دارن مثل شمع و گل و پروانه میسوزن و میسازن و واقعا جا داره برای عزیزان خون گریه کنیم. گفتیم عزیزان، راستی بعضی از عزیزانی که بالای 80 سال سن دارن و واکسن زدن و مجبورن روزی یک بار بشینن پای منقل، بنده توصیه میکنم حتما منقلتون رو یه جایی محکم ببندین که خدایی نکرده وسط عشق و حال منقل بزغال داغ نه. اینجا هم محلول ضد عفونی گذاشتن تا ملت به دستشون بزنن، اما این یکی باهاش دوش میگیره. تیویریش اومد یه برنامه شاد و جذاب درست کنه، اما طبق معمول کله معلق زد. یکی از هنرپیشه ها رو آوردن تا نظرش رو راجع به چند تا عکس بگه. همین که نوبت به عکس اژه‌ای افتاد اینطوری شد. ماشاءالله ماشاءالله موتورتون روشن شد آقای یکی با بدبختی ایشون نصیریا ماشاءالله قربونتون برم. من استاد میرزایی عزیز. عکس بعدی اینم مرحوم داوود رش. اینا پیشکسوت‌های قربونتون برم من. خیلی هنر. عکس بعدی اون قالتاق معذرت ما رفتیم تو سیاسیام. آره رئیس محترم قوه قضاییه اژه‌ای آقای محسنی اژه‌ای. عکسو عوض کن دوستان. بله، اژه‌ای هم که دید تو روز روشن توی تیویریش بهش میگن قالتاق، چپق هنرپیشه رو چاق کرد و مجبور شدن تو برنامه بعدی قضیه رو اینطوری باسمالی کنن. مصطفی جون بابا این داستان چیه؟ این نامردا چیز کردن؟ آقا خدا وکیلی ببین، من که با اون حضرت آقا سنمی ندارم، بدبستی ندارم، ولی برای ما محترم مسئول عزیز، من که دیگه رو آنتن زنده گفتم از آقا چه محبت ها دیدم. آقا ما زیر علم اینا داریم سینه میزنیم و زندگی میکنیم، کار میکنیم. من با این مهران عزیز شوخی دارم، متاسفانه مهرانم میبینید که تو برنامه زنده هم یه حرفایی میزنه. من به دلیل زبلی که مهران شوخی میکرد یه لحظه یه چیزی گفتم که اصلا تو کلام من یه همچین چیزایی نیست. خلاصه این که تو این هم اژه‌ای، هم مجری، هم مهمون و هم عظما و هم تیویریش همگی با هم یه مشتی نوش جون کردن. It looks like they both bet on the opponent winning. در پایان توجه شما رو به خوانش یک متن زیبا و دلنشین جلب می‌کنیم که توسط یک کودک افغانی اجرا شده. همه چیز در زندگی موقتی و گذراست. هر وقت باران می‌آید بالاخره برق می‌آید. هر وقت ضربه می‌خورید بالاخره خوب می‌شوید. بعد از تاریکی روشنایی است.
هر روز طلوع خورشید میخواهد همین را به شما بگوید، اما معمولا یادتان میرود. پس اگر اوضاع خوب است از آن لذت ببرید، چون همیشگی نیست. اگر اوضاع بد است آن هم همیشه نمیماند. بیشتر بخندید، بیشتر ترانه بخوانید، بیشتر برقصید، نسبت به همه چیز مشتاق‌تر شوید. هرگز به خاطر ترس عقب نکشید. فکر میکنید بدترین چیز این است که بمیرید؟ مرگ بدترین چیز نیست. بدترین چیز این است که در زمان زنده بودن ذره ذره بمیرید.